سلام و درود. تمام داستان ها با یک کلمه یا یک جمله شروع میشن. ما میخوایم اینجا این داستان رو با این جمله شروع کنیم که منها شکست تا من شدم. در واقع من کلمه کوتاهی هست و در ادبیات روزانه ما معنی مختصری داره، ولی این کلمه کوچک معنی وسیع و عمیقی داره. یکی از معنی‌های وسیع این کلمه زندگی هست که هر انسان در بلندای عمرش در کالبدی تجربه میکنه و به واسطه اون تجربیات و آموزش هایی که میبینه منهایی رو در خودش میشکنه تا به من آگاه تر برسه و تبدیل بشه. انسان طی زندگی هایی که در کالبدهای مختلفی تجربه میکنه تلاش بر این داره که منهای زیادی رو درون خودش بشکنه تا در مسیر من آگاه تر قرار بگیره و در آخر مسیر من آگاه تر در صعود آخر لباس من را در تن خودش میشکنه یا در میاره که فقط تبدیل بشه به آگاهی و منی درونش وجود نداشته باشه و اون آگاهی مطلق باشه. تا ادامه این داستان با من همراه باشید.